ساکنان جماعت چارکوه شهر اسفره میگویند که هرچند سری بهره برداری مشترک از ریگ و شغلزار با همسایه های قرغیز خود به سازش رسیدند، اما مشکل صاحبی به این کان ریگ مثل لخچه زیر خاکستر باقی مانده است. این کان ریگ و شغل در ساحل رود اسفره در نزد دهه سامانیان جایگیر است. روز 29 مارس که به آنجا رفتیم، در شغلزار چندین ساکنان تاجیک و قرغیز با ماشین‌های بارکشان خود حاضر بودند و 2 تراکتور به ماشین‌ها ریگ و شغل بار می‌کردند. یکی از کارگران مرد قرغیز که خود را خلیل معرفی کرد، در صحبت با آزادی گفت که ساکن جماعت سمرقندکی قرغیزستان است و با ماشین کمز خود برای قرغیزها از اینجا شغل و ریگ و سنگ می‌کشاند. А вы что вперед? А то? Здесь живете вы? Да, мы здесь живем. Просто говорят, здесь кто-то покупал эту территорию, а не пускают крыльским тракторы. А сейчас уже Нет, разрешают? а загрузка разрешает, а так мы сами хотели грузить. او گفت که راه این شغلزار برای ساکنان محله‌های قرغیزنشین نیز به ممانعت باز است، ولی برای وارد کردن تراکتور و تکنیکای باربرداری آنها مشکل پیش می آید. ساکنان اسفره که در شغلزار حاضر بودند این را تصدیق کردند، اما گفتند که این زمین از قبل بدون بحث به آنها تعلق دارد. 2 روز پیش قرغیزها میخوان که همینجا تراکتورشون درونن. ما به یگان خیلی چیزی پرابلمی ما به شغل بور کنیم میتیم، ما میخوان تراکتور خودشون در آوره بور کنیم گرفته. برای چی اجازه ندادید به قرغیزها که تراکتورشون درآورن؟ برای اونکه قرغیزان بسیار کاریرشون خطاب ماشینای ما بار نمیکنن، ماشینای ما روان سالداشون برده محکم میکنن. برای همین زمین این تریتوری ما بودم ما نمیمونیم قرغیزای درون. ماشیناش میگه بیملال در آمده گرفته میبره. یک قسمت 275 متری راه اصفهان اوش قرغیزستان که تاجیکستان سال 2005 برای 49 سال به قرغیزستان اجاره داد، از نزد کان شغل و ریگ رود اصفهان میگذرد. این شاهراه 2 قسمت از هم جدای قرغیزستان را مستقیم با هم پیوست میکند. ولی ساکنان چارکوه اسفره میگویند بعد از ساختمان این راه ساکنان این محل مرزی قرغیزستان دعوای صاحبی به راه و شغلزار کنار رود اسفره را دارند. مشکلی که دام وقت حل میشه، همه وقتی که تا آخرین دمه تا ریشش ما کار کنند. ما حاضر خیلی کار میکنیم، میبیم بالای آتش به یک بیل خاک میپرتیم. مقصد امروز همین آتش علنگه نزند. لیکن امروز یک آتش علنگه زنه دیگر پگه و من میبیم روش به خاک میپوشم، شما میبید کسی دیگر میبید، آینده این عاقبت وزن میتیه. من خیلی بعد از گفته شنید و شد که قرغیزا میبیم میتونن همین جایی که مثلا مسئله ساختمان میگیرن شغل و قم و سنگ استفاده برن. خیلی پیشم و استفاده میبردن، فقط و تکنیکی بارکننده در آرام حقوقشون نبود، چون که اونجا 100% تریتوری ما 100% و حدود جمهوری تاجیکستان، حدود جماعت دیهات چارکو. اول پیش از تکنیک در آوردن نام دایره عوض کردن منطقه با و حال اینکه راهی ما راهی 275 متری که 49 سال ما اجاره به دادگی آوردن زنک دایره اخصوص زدن. روز گذشته دایره اخصوص زدن پگه تکنیک تراکتور می‌دارن، پس بگم ممکنه حدود ما چوبه نامش نام قرغیزی اینجا تکنیک قرغیزی کارساز. این محل مرزی سالهای آخر به یک جای مناقشه خیز مرزی بین اسفره و بادکند تبدیل یافته. ساکنان سر استفاده از آب نهر، راه و اخیراً صاحبی به شغلزار با هم مناقشه میکنند.